سلام خدمت همه دوستان، خیلی خوش اومدید به جلسه سوم دوره آموزش لباس بچگانه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش آستین لباس، یک سری کنترل ها و یک سری تغییراتی رو باید روی الگوی جلو پشت داشته باشید. اگر این لباس رو با همین الگو بدوزین ممکنه دور گردن خیلی بسته یا به اصطلاح کیپ باشه. برای همین باید ما به هلال یقه هم یک سری آزادی هایی رو بدیم. برای این کار ما 1 سانتیمتر از قسمت سرشانه و 1 سانتیمتر هم از قسمت خط جلوی لباس اندازه میزنیم و این هلال رو دوباره رسم میکنیم. برای قسمت پشت، چون روی خط سرشانه و ما اندازه 1 سانتیمتر داخل شدیم و خط سرشانه 1 سانتیمتر کم شد، پس باید این کنترل رو روی قسمت پشت هم انجام بدیم. همونقدر که اینجا وارد شد، یعنی 1 سانتیمتر که اینجا از سرشانه کم شده، ما باید اینجا هم کنترل کنیم و اندازه بگیریم و اصلاحش کنیم. پس 1 سانتیمتر از کنار گردن اندازه میزنیم. در قسمت پشت لباس میتونه 1 سانتیمتر باشه ولی لازم نیست، چون اونقدی بسته نیست، میتونه مثلا نیم سانت باشه. اندازه میزنیم و این هلال رو دوباره رسم میکنیم. مورد بعدی که باید اصلاح بشه روی الگو، معمولا بچه ها ممکنه یک مقدار شکم داشته باشن و چون این الگو موقعی که بدوزید به اصطلاح نپره بالا لباس و جلوی لباس ایست مناسبی داشته باشه، ما به خط جلوی لباس حدوداً 1 سانت و نیم اضافه میکنیم و این خط رو به خط CB وصل میکنیم و اینو در قسمت خط پهلو هم اصلاحش میکنیم. مورد بعدی که باید اصلاح بشه روی الگو، ممکنه این الگو رو بخواید برای لباسهایی بدوزین که توی در خط کمر یک سری برش ها داشته باشن و دوست داشته باشین لباس بسته تر و خوش فرم تر باشه. این اندازه اشتباه نیست، ولی در قسمت خط کمر آزادی زیادی داره. اگر بخواید این آزادی رو کم کنیم و یه لباس خوش فرم تری داشته باشید، باید روی قسمت خط کمر هم یک سری کنترل های انجام بدیم. ببینید از قسمت خط CG به اندازه 1/4 دور کمر به علاوه 1 سانتیمتر ما از این خط به اندازه فرضی رو داخل میشم. فرض کنید 1/4 دور کمر شده 16 به علاوه 1 سانتیمتر شده 17. 17 رو روی این خط شیبداری که کشیدید علامت میزنید و این خط رو به خط سینه یا کف حلقه وصل میکنید. برای قسمت جلو هم از خط CF به اندازه 1/4 دور کمر به علاوه 1.5 سانتیمتر داخل میشیم. اینجا گفتیم 16 به علاوه 1 17، اینجا 16 به علاوه 1 میشه 17.5. علامت میزنیم و مجدد مثل قسمت پشت به این نقطه وصل میکنیم. و کنترل آخری که باید انجام بدین، باید این 2 تا خط پهلویی که الان مجدد رسم شده رو با هم کنترل کنیم و ببینیم که یک اندازه هستن یا نه، چون این یک مقدار شیب داره، ممکنه این خط پهلوی جلو بزرگتر باشه. این قسمت شده 21.5 این خط پهلو، ولی این خط پهلو شده 21. پس نیم سانت ما باید از
این قسمت بهش اضافه کنیم و مجدد به خط CF وصلش کنیم. پس این قسمت الگوی درست ما هست که اینو باید بارش بزنیم. خب از الگوهامون کامل شد، کنترل ها و اصلاحات هم انجام دادیم. این میشه الگوی پایه لباس که بر اساس هر مدلی که بخواید بدوزید باید یک سری اصلاحات باز دوباره برای مدل سازی اون مدل انجام بدیم. ولی الگوی پایه هر لباس بچگانه تا الان تکمیل شده و میریم سراغ آموزش آستین لباس.